اینکه یک ملت زبان، هویت ملی و بخشی از تاریخش را مدیون یک نفر باشد، ادعای کمی نیست. اگر ایرانیان شناختی از گذشته خود دارند و اگر امروز فارسی همچنان زبان ماست، تا حد زیادی مدیون تلاش‌های مردی است که شاید بزرگترین چهره تاریخ ایران زمین باشد. ابوالقاسم منصور پسر حسن با تخلص فردوسی حدود 1000 سال پیش در شهر طوس به دنیا آمد. بر اساس روایات مختلف دهقانزاده و زمینداری بود که همچون گذشتگانش و بنا به سنت حافظ روایات اسطوره‌ای ایران زمین بود. فردوسی حدود سال 367 هجری شروع به سرودن شاهنامه می کند. یعنی بعد از اینکه دقیقی شاعری دیگر از طوس در جوانی این کار را شروع کرد و کشته شد، فردوسی کار ناتمام او را ادامه می دهد و 1000 بیتی که دقیقی گفته بود را نیز در اثر خود می گذارد و شاهنامه را بعد از حدود 30 الی 35 سال در سال 400 هجری به پایان می رساند. شاهنامه یکی از پایه‌های اساسی نگهداشت زبان فارسی است. ما ایرانیان ملیت خودمان را مدیون زبان فارسی هستیم و زبان فارسی مان را تا حد زیادی مدیون شاهنامه هستیم. در تاریخی که زبان عربی به شدت هجوم آورده بود و می‌خواست جای زبان فارسی را بگیرد، اگر فردوسی نبود بسیاری از جنبه‌های مختلف تاریخ ملی ما فراموش می‌شد. یکی از انگیزه‌های اصلی فردوسی در نوشتن شاهنامه هویت اصلی ایرانی بود و اینکه تاریخ خودمان را به عنوان تاریخ ایرانی و تاریخ ایران و اسلامی چگونه باید ببینیم. شاهنامه با آغاز جهان و داستان‌های اسطوره‌ای شروع می‌شود، با ورود شخصیت‌های افسانه‌ای چون رستم که سعی در حفظ ایران در مقابل توران دارد، حماسی شده و نهایتاً با روایت دوره ساسانیان جنبه تاریخی به خود می‌گیرد. شاهنامه کتاب داستان‌های کهن ایرانی است که اگر ما شاهنامه را نداشتیم، به بسیاری از این اسطوره‌ها دسترسی نداشتیم، مگر آنهایی که در اوستا آمده و یا در کتب تاریخی صورت تاریخی به آنها داده شده و آن ذات و سرشت اسطوره‌ایشان را از دست داده. شاهنامه فردوسی را می توانیم به 3 قسمت تقسیم کنیم. قسمت اول قسمتی است که داستان‌های اسطوره‌ای در آن گنجانده شده و در دوره پیشدادیان به وجود می آید و درباره آغاز جهان و آمدن شاهانی که به انسان‌ها لباس پوشیدن و هنرهای دیگر را یاد می دهند. قسمت دوم شاهنامه که دوره حماسی آن می باشد، یک سری شاهان با عنوان کیانی پیش می آیند و کنار آنها افرادی حماسی مانند رستم می باشند که سعی می کنند ایران را در مقابل تورانیان و دیگران حفظ کنند. قسمت سوم شاهنامه قسمت تاریخی شاهنامه می باشد. زمانی که شاهنامه را به عنوان یک متن تاریخی می توان استفاده کرد، دوره ساسانی است، دوره پسار باستان، زمانی که شاهنشاهان ساسانی بر فلات ایران حکومت می کنند و این همان زمانی است که نوع اول شاهنامه را به نام خداینامه داریم و به کتابت در می آید در دوره ساسانی به زبان پهلوی. داستان شاهنامه بر مبنای مفهوم شکوه سروده شده و به نوعی تاریخ ایران است، البته نه تاریخ حقیقی بلکه تاریخ اساطیری، و فردوسی می خواهد نشان دهد که ما در گذشته چه کردیم و چه چیزی بخشی از زندگی ما بوده و فهم ما از زندگی چگونه بوده است و حالا درون این بافت اسلامی که در آن واقع شده ایم باید بتوانیم این شمع را زنده نگه داریم و این شکوه را در اطراف خودمان حفظ کنیم. کلمه ایران چه در معنی سرزمین ایران و چه در معنی ایرانیان یعنی نژادگان و مردم آزاده در هیچ کتابی به اندازه شاهنامه به کار نرفته. در شاهنامه بیش از 1000 بار کلمه ایران در این دو معنی به کار برده شده که شاید اگر از همه کتب فارسی مجموع کلمه ایران را درآوریم به اندازه‌ای که در شاهنامه لفظ و کلمه ایران به کار برده شده در آنها نمی باشد. پر واضح است که فردوسی عاشق ایران بود و عمیقاً خودش را وقف فرهنگ و سنن ایرانی کرده بود و اگر از این منظر نگاه کنیم مشخصاً او یک ملی‌گراست، اما در آن زمان چیزی به نام ملت و ملیت در این معنای جدید و مدرن وجود نداشته و می شود گفت فردوسی یک وطن پرست بود. در واقع آنچه که در شاهنامه انعکاس دارد به عنوان ایران و ایرانی در یک هویت قومی است که بیشتر زبانی و فرهنگی است نه سیاسی. او نگاهی واقع بینانه داشت و می‌دانست که چه کاری می‌کند و اینطور نیست که فقط خواسته باشد خود را شاعری معرفی کند و شعری زیبا بگوید. او می‌خواست این تاریخ را حفظ کند و البته در کنارش نام خود را نیز
زنده نگه دارد. در زمان حیات فردوسی 2 قرن و نیم بود که از زبان فارسی که امروز میشناسیم فاصله گرفته شده بود و زبان رسمی عربی بود و به جز در روستاها و شهرستانها که هنوز فارسی زبان مردم انعطاف پذیر و آسانگیر بود، شخصیت‌های عالی رتبه شهرها و زمیندارها همگی به زبان عربی صحبت می‌کردند. پیش از فردوسی نیز کسانی برای حفظ زبان فارسی کوشش کرده بودند، اما این تلاش‌ها با شاهنامه به نقطه اوج خودش می‌رسد. نکته مهم این است که این کتاب اولین کتاب جدی است که زبان فارسی را در مقام یک زبان ادبی سطح بالا حفظ می‌کند که توانایی رقابت با زبان عربی را دارد. شاهنامه چون در آغاز ادبیات فارسی قرار گرفته، تأثیر بزرگی بر تمام ادبیات فارسی دارد. یعنی تمام شاعران بزرگ ما از فردوسی و شاهنامه تأثیر می‌پذیرند. اگر رباعیات خیام را بخوانید، تأثیرپذیری از شاهنامه در آن مشخص می‌باشد. همینطور در اشعار سعدی بسیاری از اصطلاحات شاهنامه را در آن می‌بینید و یا در اشعار حافظ به بسیاری از داستان‌های شاهنامه، سیاوش، کیخسرو و غیره اشاره می‌کند. اصوات کلماتی که در شاهنامه استفاده شده زبان فارسی است که در نابترین حالتش به کار گرفته شده و تکرار شده، نقل شده و به خاطر سپرده شده و این زبان است که به یک مثلا بنای تاریخی قدرت و زندگی می‌دهد. تلاش او برای اینکه چیزی به فارسی بنویسد که افراد طبقات پایین اجتماع هم بتوانند از آن استفاده کنند، یکی از ایده‌های فردوسی برای بیرون کشیدن جوهره ایرانیت بود. فردوسی سعی کرد چنین بکند و نوشتن شعر هم در این قالب به این دلیل بود که مخاطبان او اغلب بیسواد بودند و برای افراد بیسواد به خاطر سپردن شعر از متن خیلی ساده تر است. نقال‌ها برای مردمی که سواد خواندن و نوشتن نداشتند یا اگر داشتند به هنر نقالی بیشتر توجه می‌کردند، از روی شاهنامه داستان‌ها را برای مردم نقل کردند. وسط البته که تأثیر شاهنامه در بیش از 1000 سال عمرش از اینها هم فراتر رفته و به بخشی از زندگی ما تبدیل شده. در زورخانه اشعار شاهنامه را مرشدها برای پهلوانها می‌خواندند و آنها با این اشعار ورزش می‌کردند. در آداب و رسوم و هنرهای جدید امروز ما از جمله تئاتر و موسیقی و نمایش نیز تاثیرگذاری شاهنامه دیده می شود و حتی بر هنر نقاشی ایران نیز تاثیر گذاشته. 2 اثر شاهنامه و خمسه نظامی بیشتر از هر اثر دیگر مأخذ نقاشان و مینیاتورسازان ایرانی بوده که البته از آثار دیگر همچون حافظ و سعدی نیز تاثیر گرفته شده، اما هیچ کدام به اندازه شاهنامه نبوده است. اگر فردوسی نبود، بسیاری از جنبه‌های مختلف تاریخ ما فراموش می‌شد و کمتر شخصی را می‌توان نام برد که به اندازه فردوسی به تداوم فرهنگی ما و خصوصیت خارق‌العاده ایرانی بودن، عشق به کشور و شور و حالی که ایرانی بودن را توصیف می‌کند کمک کرده باشد و به جرئت می‌توان گفت شاهنامه پر اهمیت ترین اثر ایرانی است که تمام تاریخ و گذشته و فرهنگ و آداب و رسوم ما را از کهن‌ترین زمان تا به امروز در خود جای داده. فردوسی یک نفر است، اما همه چیز را توانسته در شاهنامه کنار هم قرار دهد که شاید بتوان هر کدام از آنها را در گوشه کناری پیدا کرد. اما در کتاب شاهنامه هنر، ادبیات، فلسفه، تاریخ و همه چیز هست. امروز غرق در روزمرگی زندگی نقش فردوسی را چندان حس نمی‌کنیم، اما بسیاری از کلمات و واژه‌هایی که به کار می‌بریم، اسامی که روی فرزندانمان می‌گذاریم و هویت ایرانی بودنمان از فردوسی که از بزرگترین شخصیت‌ها در تاریخ ایران است داریم. منوچهر، کاووس، سهراب، همه این نام‌ها را ما از شاهنامه گرفتیم، چون این نام‌ها پیش از شاهنامه تلفظ دیگری داشت. مثلا فرامرز پیش از شاهنامه مرزفری بوده است یا فرنگیس که قبلا گیسفری بوده است و این صورت را فردوسی به خاطر اینکه در وزن متقارب که وزن شاهنامه است باشد به آنها داده. همه این تلفظها که از آن نام‌های ایرانی را داریم از شاهنامه گرفته شده. زمانی از یک روزنامه نگار مصری پرسیدند چطور شد شما با این همه فرهنگ و تمدن بعد از اسلام همه چیز حتی زبانتان هم عربی شد؟ پاسخ داد چون ما فردوسی نداشتیم و تا این حد ایران زمین وامدار سراینده شاهنامه است و در واقع فردوسی زنده نگهدارنده نام ایران است. بناهای آباد
گردد خراب. ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. بر این نامه بر سالها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. اگر دیدن این ویدیو برای شما دوست عزیز مفید بوده و حس زیبایی رو به همراه داشته، خوشحال میشیم ویدیو رو لایک کرده و با دوستان و عزیزان خود نیز به اشتراک بگذارید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید ممنونیم. آرزو میکنیم همه لحظه هاتون پر باشه از عشق و آگاهی و موفقیت.